اون روز یه اتفاق باور نکردنی باعث شد غرور نیمار جلوی دخترش له بشه. یه بعد از ظهر نیمار و دخترش ماوی سر میز نهار بودن که ماوی ناگهان گفت بابا دیرم شده برای مدرسه. نیمار سری کلید مرسدس AMGشو برداشت و با عجله راه افتادن. وسط مسیر صدای آژیر پلیس بلند شد. مأمور جلوی ماشینو گرفت و گفت آقای نیمار مثل فوتبال بازی کردنت خیلی تون میرفتی و لای میکشیدی، باید $1000 جریمه بدی. نیمار کارت اعتباریشو درآورد اما مأمور گفت ما کارت قبول نمیکنیم، فقط نقد. نیمار جیباشو گشت، هیچ پول نقدی نداشت. مأمور عصبانی شد و کلید ماشینو گرفت. نیمار با التماس گفت لطفاً فقط بذارین برم، دخترم داره دیرش میشه. اما مأمور قبول نکرد. ماوی با خونسردی اطرافو نگاه کرد، بعد به یه نمایشگاه ماشین اون طرف خیابون اشاره کرد و گفت بابا چرا ناراحتی؟ اونجا یه نمایشگاهه، برو یه ماشین دیگه بخر. نیمار لبخند زد، دست دخترشو گرفت و رفتن سمت نمایشگاه. فقط 5 دقیقه بعد نیمار با کلید یه بوگاتی نو از اونجا بیرون اومد. مأمور فقط با دهن باز نگاش میکرد که نیمار گفت بریم ماوی دیر شد و مثل پادشاه سوار شدن و رفتن.